دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم نکن. زنده باش استاد ولی. کی بابا رجبم همین سنگای دیل جوشید یک جا سنگای دیل برا هم چیز دیدیم بچه‌ها این چلپچی دستشو توقع شاید این بیرون اینجا دو تا این اورچق دریا دیگه است اورچق علی سلطان تویی حالت خوب است؟ خوب. اگه دوستی ما خیلی با پاور میگنی دیدی؟ به آقا جمال عزیز چیکار کردی؟ زنده باشی. این غذا اسمش چیه؟ این مرغ کباب. کباب مرغه. شکلش چی؟ اوندوک میگه اوندوک. ای مرغ ده کلانتر ای کو اوندوک. مرغ مرجان. مرغ مرغ یه جگه دست داد بسم الله من کلبه فقیرانه ما دوست عزیزم زنده باشی خانه امید ماست. زنده باشی. جگه بهترین بوش اوجه فارم رو اومدم ای وگون من میگم علی سلطان توی کجا رفته باشه کیف حلاوت مرد هوای تازه طبیعت صدای موسیقی روی این راکچه نشستم به بقیه کنم بیرون یه هوا بخورم اومدم اینجا زمینگیر شدم لذت میبرم. دمت گرم خیلی امشب حال ما رو خوب کردی. زنده باش. خیلی حال ما رو خوب کردی. بذار یه چیزی اینجا شما داری فیلم میگیری من بگم می‌خواستم بگم دیگه گوشیم داخله با گوش خودت بگم. ببین تاجیکستان که میای اینو برای مردم ایران میگم که شاید مثلا ندونن سوالم میپرسن حتی توی روستاهاش دور افتاده ترین یا مرکزی ترین نقاطش همه فارسی صحبت میکنن. خب شما شاید تو ایران مثلا تو هر روستایی بری ما یه زبان محلی جدای دیگه داریم بجز فارسی ندارن نه و همه جا فارسی. یعنی تو می تو روستا پیرمرد پیرزن بچه همه دارن فارسی حرف میزنن. حالا لهجه یه خورده متفاوته اونم مثلا یکی دو ساعت صحبت کنی دیگه دستت میاد لهجه فرق میکنه. انگار تو ایران مثلا میری یزدی‌ها یه لهجه دارن مازندرانی‌ها یه لهجه دارن کردها یه لهجه دارن بلوچ‌ها یه لهجه دارن فارسی صحبت میکنن که با لهجه خودش. اینجا هم دقیقاً فارسی با یه لهجه و اینکه زبان اول آخر فارسی تو هر نقطه‌ای که میری همشون تاجیکن و فارس زبانن. مثلا ازبک اینجا خانوار نیست. حالا من چند تا مهاجر اومده باشن کار ندارم مثلا قوم ازبک داشته باشه. نه ازبک داریم. فقط داریم ازبک‌ها بسیار بس هست. هست. ولی خب من اینجا فقط فارسی شنیدم. البته اون ایران به اصطلاح مرز سیاسی نخواهیم بگیم باستانی بزرگ ایران شهر آریانا پرشیا همه اقوام رو در بر میگیره. این میشه به اصطلاح فلات ایران یا هر اسمیشه بهش گذاشت. آریانا باید تاجیک توش باشه باید بلوچ باشه باید پشتون باشه باید ترک لور کرد عرب همه اینا رو در بر میگیره. اون چیزی بود که از زمان کوروش همه این کشورها رو متحد کرد و توی قالب داشت و سالهای سالم همه ما کنار هم بودیم. یعنی ایران بدون ترکمن معنا نداره، ایران بدون بلوچ معنا نداره، ایران بدون تبری مازندرانی معنا نداره. این میگم اقوام مختلفی که کنار هم رنگ و بو میگیریم و وقتی من و شما داریم صحبت میکنیم با هم دیگه توی ایران، افغانستان، تاجیکستان، حالا مخاطب من اگه پشتون باشه، مخاطب من اگه بلوچ باشه، مخاطب من ترکمن باشه، بدون مترجم داریم با هم صحبت میکنیم. فارسی رو جفتمون میفهمیم، هم زبانیم. حالا میخواد فارسی زبان اول ما باشه یا دوم باشه. من اینکه اینقدر روی اتحاد فارسی زبان ها اصرار دارم به خاطر اینکه زبونیه که همه ماها رو به هم وصل میکنه. نه فقط اونایی که بگیم تاجیکن، نه فقط اونایی که بگیم ترکن، نه فقط اونایی که بگیم کردن، لورن، همه ماها متوجه میشیم. شما که دارید صحبت منو میشنوید دارید متوجه میشید. پس شما هم زیر مجموعه زبان فارسی هستید، حالا از هر قوم، از هر ریشه. فداتون بشه. زنده باش برادرم. جونی بذارید فیلم از اینا بگم پیاده شید. رئیس جان سلام علیکم. ساز تیج کار خوبه. بابای حبیب سلام علیکم. با حضور من بابای حبیب های برکلا کنم. های برکلا
بابا حبیب خودت نباشی محله را که آباد میکنه. سلام علیکم. خوبه همه طرفتون کار ماره. سلام علیکم خوب هستی اکاتین. سلام علیکم خوب هستی کارکاتون خوبه زندگی خوبه همه تون گام نیست. زنده باش زنده باش زنده باش. کانو تبزن اینا ما در ده همون آبادانی رفته سر یا تا خورده ما اومدیم با اقوالی نگاه مردم با چیا با مترالیکا و یا های برکلا خوش باش دادرم خوش باش بابا حبیب خانده تا بزن ما گپ کنیم سلامت باشه خانده شونو بزن های برکلا شوریک بچه حرکت دوستای عزیز آمدیم سنگ توپی دههای سنگتوده اینه با همراه اقوالی خیلی بسیار آدمایی که سایت من رو میدونم که سنگ توپ برای چی دههای سنگتوده میگن اساسش اینمی سنگ توپ های همین وای های نخلاسه این همی سنگ توپ از من خوش رو کده شما دا نشون میدید این سنگ توپ پیشه که میگم تو که برای چی های برای همین خیلی که وقتش داد کسی جنگ در رفتگی اومده از سنگی پرتافتگی رفتگی با کدامش که زنده موندگی اومده سنگش گرفته بوده پرتافتگی انا میخه سنگ تو کلان گویا که شهید شده باشن ایروی نقلای بابامون ای قدیم تو با حاضره ای قدیم آیون تو با حاضره مودا انا می گاب اومده گه اینا بیا مایده برومده سنگتوب دهین اکی بابا رجبم همه سنگای دیل کشاشید یک جاده سنگای دیل بده خب یک جاده سنگای دیل همیشه چند تا سنگ اینه یک تاش خب اینه یک سنگش خب بازید بسما اینه با یک تای دیگرش یک گلش شکنون دیانه اینه یک تای دیگرش دیده رنگی دیده این سنگ گلش شکنون چند با اینه یک تای دیگرش یک خیلی سنگی رسمی دیل بر کودکا میان بازی میکنن میشکنن اونا دیدی نگاه اینه یک سنگی عکس دیل یک تا ایش اینی رو شکنن دیم این ایش دو تا خب این ایش سه تا بسیار بودی جد یک خماد بدال بیام من بیام کودکا میان بازی میکنن میشکنن اونا اینه ای با بسیار بود یک خیلی سنگ رنگ دیل بود اینا این ایش بسیار رنگ دیل هست خلاصه این ایش شکروندن ایش هم رنگ دیل بود خب دوستای عزیز در بالای سنگ توی دیدین این همیچ دههای سنگ توده ای ما برای نمیقه سنگ توده میگم برای نمی سنگ توش سنگ توده موندن باشن رئیس خوب هستی تینجا هستی کارو خوبه این مردم دیه را بی السلام علیکم های برکل استاد عزیز خوب است تینجا هستی های برکل ای آباد باشنی استاد خوب هستی تینجا هستی کارو خوبه همه طرف تینج کارو خوب هستی تینجا هستی ای خانداشون السلام علیکم خانداشون خوب هستی تینجا هستی اینم پیری کار ادا کن آمین سلامتی سر جمعه آمین در کسب کار و خاندان تو فیض و برکتتون فرمایید. واینا علی جان که امروز مهمانی درگاه همین دههای ما شدیم دیاری ما شده خدای تعالی قدم های همه مبارک بردم ما خیلی شاد شدیم ای آمدن شما خدای تعالی بازم به مراد مقصد برسان الله اکبر ای زنده باشن خدا نگهبانتون باشه اینجا ده ها امروز حشره همه سرجم یعنی آبادی رها و آبادی کجا آبادی ده های سنتوده خونه استاد ولی هم نچیره دیدیم بچه ها این چلکچی دست شو هم توقع شاید خیلی بیرانه اینجا دوتا این ارچق دریا دیگه هست ارچق
به طور که بمونه این ارچق برای تو باشه خیلی مامامون خیلی کمی ارچق رشته میگفتیم برای رشته میگفتیم خب با اینجا چیه؟ اینجا سنگ آسیاب بذار یه سنگ چی هم داشتن؟ آسیاب هم اینجا داشتن Stano che trovo troše که تو نه چی به موشه نگه اصلا نمی‌بینی troše بود یا موشه اصلا نگرش از میاد اینجا چیه تا خاص میکنه اینجا دا چورا گور میکنه یعنی نمی چورا میگیره ها یا گور میکنه 6 ماه در تو زمین میسته با آکیجه ده آبانبار کده اینه که با خش استا کرده همون چی با چوانی آبانبار رو با چو کرده اینه آه جان من استواری زنده باش استواری خوش آمده سلامت باشی همه فرزنده اونو بیاره مناوض تاریخستان سلامت باشی خیلی که میگن که 10 عصر پیش بابای دفتر ادبیات تاجیک بابای رودکی گفته بود هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان ما با همراهی علی جان این کس ما غایبانه شناسیم گزارش های این را در فیسبوک در یوتیوب تماشا میکنیم مینداریم از اون کس باز میگن که دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم نکنه زنده باش استواری مرحمت بخیر خانه ما نصیب کرده استواری بله استای کاری که دستی میکنه در همین دهه ما از هنراشون زیاد شنیدیم و بسیار ما مردم استفاده میبریم از هنر ای طبقا و ای کولزا و با وجودی ان اینجا دینکی با شاعر هم هستن بله در اتفاقی نویسندگان این همچون شاعر زنده و سربلند هستن کتاب دارند و شاعرند و هنرهای خوبی دستی دارن که اینا ببینید اونجا کارگاه شما سربلند زنده باشو بابای استواری ما مردم دهه سنتو در خود خیلی مینداریم که از خوردی تا با امروز در توقع خود تراشیدگی ما خود میخوریم زنده و سربلند ما هم خیلی شدیم که هر گاهی که میبینیم که مهنت دست ما و محصولات ما رو در خاندان ها میبینیم استفاده میبرن خیلی شاد میشیم سلامت باشیم زنده باشن این اینجا سنگ آسیاب دیدی؟ علی سنگ آسیاب من اینجا من یک چیز خوبی دیگه دیدم جای کارگاه اینجا دستسازهای استاد ظرف غذاشون تمام این روستا از دستسازهای استاد استفاده میکنن از وسایل هنری یکم چه پیری کار استواری یادآوری میگه یادآوری خدا خودتون هر چی استاد ما بد کردید انتخاب کن صحبت‌های همش انتخاب کن همه چی قشنگه من یه چیز بگم برای زنعلی ببرم من دلم برای زنم تنگ شد دیشب تو صبح خوابم نبرد والله 10 بار رفتم بیرون قدم آوردم اینا تو گوشی خودم نمیگم تو گوشی تو میگم خوابم نبرد یه چیز بگم به زنم نشون دادم برای زنعلی درسته اینو برای زنعلی قبول است خوشگل است درست آره در تنها چیز نوشتگی چی نوشتگی بله برکش وزارت بترازمی علی جان میرا بدونی چی من خودم با حروفات فارسی می نویسونم درسته انا اینجا نوشتگی کی انا عجایبات همین حروفات فارسی خیلی شیرین خیلی زیبا هم خلاص اینجا نوشتگی کی شکر به ترازوی
وزارت برکش اگر همین رو از طرفی چپ هم درسته. بخونی شکر باز میشود شکر به ترازوی وزارت برکش بین با هر دو طرف که خونیم با حروفات فارسی یک عیناً یک جمله میشه. در دهه ما آخران آدمایی هستن که با حرفی درسته. با همین فارسی نسل می نویسن. گذشته تاجیکستان کاملا فارسی که همه فارسی صحبت میکنن ولی فارسی رو می نوشتن و میخوندن. نسل جدید هم تو مدارس بهشون آموزش میشه. این ما بین امثال دوست مراد و اینا متاسفانه نمیدونن. درسته. زنده باشید. امیدیم که همه دوباره یاد بگیرید. ان الله. هزار رحمت استاد. ممنون استاد. خوش اومدین. زنده باشید. انشالله ما شما رو انتظار داریم که در نوروز البته میگیم که زنده باشید. سلامت باشید. بازم بیایید. حرکت میکنیم با یک استاد دیگه داریم دو تورنمنت پیش رو یک جای میریم ما مثلا. خب هزار رحمت پیری کار یک پلاک چای استاد عزیز زنده باشه. حالی وقتی عبید با ان شاء الله بر وقت سلامت باشین. زنده باش. حرکت این محله این پایان کار رفته است. ایت میایم اینا این دوست عزیزمون رئیس محله مونه. خیلی محله را کار رفته است. سلام علیکم. شما یک جان سلام سلام سلام. اینجا کار را رفته است. های برکلا مونده نباشم بارکلا خوب است اینجا است. کارکاتون خوب است. زندگی خوب همه تینج ای اکان خاندات میزنه خاندات ای اکان ساز است اینجا است. کارکات خوب است. سلام علیکم. پیش ای بهار یک هم خیلی هر سال یک آبادانی زنده باشن. خیلی حرکت میکنم برای کار. خداوند نگهبانتان باشه. الله اکبر. جان بیا خودت ساز یک جانم بیا قطعی ما همراه خداوند تو پاسبانی ما شک بیا تو پاسبانی ما شک حرکت میکنم. رفت اینجا در راه که از بس که تعمیر رفته است ماشین قطعی نمیریم مالی تعمیر رفته است. های میکنم رئیس پیش رفته است. محاله اینا اکا از میخه بود کار با میگردونم بود کار گردوندم با یکش با میگردونم اکا با رجب رفت ماشا بگردید. تمام اکا علی را مهمون اینجا هم کار دیگه دوم یکش گردوندم تو با اومده است. رفتیم حرکت میکنیم. خیلی استاد شمسلو میگیم در اینجا ژلز نوشته استاد ژلز دیگه اکا شمسلو یا صلات خورده سلام ما خورد بودیم نرمال آمده مزار خوجا زنده که راستیگه در اینجا چندین سالا اینجا گس کشید. نیه برام خیلی شدیم اینجا گس کشید ممکن نیست دیگه در اومدن اینجا مقصد مزار آمدیم یک بار ما شما در نشان میتونم که مزار خوجا زنده در همینجا نه نشان نه یک جای در اومده هم زیارت میکنیم هم دیدن میکنیم و یک معجزه دارم. معجزه شونه ما شما نشون میدم. معجزه خوجا زنده چی بود؟ خب از ما معجزه رو شما نشون میدم. خب از علی رو آوردیم هر دیدن کنه. مامی شیر بیبی ای طوری که درسته. اون قبر اون شیربی بالا. درسته. وای میگه کی بگریز کی درسته. مشرکو اومده سم بکشه این نمیفهم جا اگر خمیدون هستیم که ما هم کورسی ما تجارت کاری هم محله مونه. خب اینجا در انگار رو بینیم اینجا در بهار خوب میشم. بهار تابستان به حد خوش رو اینجا دیدیم. کم معجزه رو ما شما در نشان میتونم برادر. اینجا در آب در درش ماهی بود ما کودک بدیم کاغذ یک بار ما شما در ماهی باشه نشان میتونم. خب نه نیست ماهی نیست. خب انا که معجزه رو ما شما در نشان میتونم. معجزه این همیه دیدین؟ پویم روی انا یوجا پای پاش دیدی حضرت این پای پاش هم خیلی مونده این پای چلیکوش همه خیلی دویده رفته گیای درسته.
خیلی پوشایی اینه کی رنگی خمیر سنگ به مثل خمیر نرم شده رفته خب دیگه اینجا یک توغ بود توغ خوخ شده رفته در همین درون سنگ یک توغ بود توغ درخت توغ ها اینو گیرش محکم کردن خوخ شده که در بین سنگ چخیل درخت توغ برو اومد خداوند موجزه یک غاره همون غاره زنده غایب میشه خواجه زنده خود گپوت قبل اینجا اندرونی چیش زیارت ها سالای پیش ما اینا کودک بودیم هم اینجا زیارت میکردیم فقط میومدیم میدیدیم این سنگ های جایی اینجا چیه؟ اینجا همه میومدیم همین سنگ ها هم خیلی بود هم خیلی زیارت میکردیم و اینا اون غاری که گفتیم خواجه اصلا این چون رو بینید ای کدام اصلا این سنگ اینه که این درخت مرا در خاطرم است بود همین بودم بعد بسم الله آرامگاه حضرت خوجه زنده انمی عصر چند باشه؟ عصر 17 عصر 17 برای خوجه زنده است اینجا دیگه باغچه اینه اگه در بهار بیاد خوبه یو بسم الله الرحمن الرحیم خب الله اکبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم در حقشون یک هفته ها کردیم در حقشون برو اومدیم همون نخصه که بار دیگه هم خیلی اینا اینجا حقشون اینجا عصر 17 های کی اقوالی عصر 17 ها اصلا 17 نمیشه؟ 17 های این آخه آرامگاهی حضرت خوجه زنده عصر 17 میشه سرلیک است شما هم نمیفهمید نه سرلیک نیستیش ریمی انگلیسی؟ ریمی رومی نیستی ها رومی نیست عصر 17 عصر 17 خب خیلی اینجا اینجا چی بود این ایش؟ یا که لگنده هم درون قدی کودکی شونده که وقت شدم جد جای مردم میوان چی میوان که همینجا سعید نمیوان از بورش میکنن اگر قبر اگر استخوان میوان وقتی چی دا جور کاندان دا اگر استخوان قبری برده میوان همیشه زنده و سر ما راستی از خوردیم بسیار میامدم اینجا نه خوردیم بسیار میامدم نه بار دیگه با این خداوند نصیب مونگرن با اومدیم نمیدیم بچه خدا اینجا هم که هورایی که میگی محسی داشته مالا یه دوی چه خشنوشی دیگه اینجا چه میشه خیلی برو اومده خداوند نگهبان آمد با انشاءالله که جای تاریخی جای تکراری وطن با من بنوار میگیریم پیشکش شما میگردم خدا نگهبانتون شما میگه من تو رو دیدم میشناسم یه چله هم گفت گفتم این سری چله زنه این خاطر ما میگن آره این خاطر ما حافظه هم اکتریس و در تمام تویای خرسندی های ما هست قطعی این را همه میدونه خاطر ما سال نو مبارک سال نو مبارک خب رفتیم آقا علی او ما گفتم که هرچی رو نفهمیدن نخ آخی این گوسپنده رو سوزی آخی ای بچه سوزی ای بایا پیسته ها اوقی ده برامی رو من گفتم که نفهمیده هرچی رو نخو
علی سلطان تویی حالت خوب است؟ میزون ای باید بوری دیگه میگم برادرم که در هر جا هر چی دیدی نخ در حال مورم ببینه میخپه و میگزه و خزنده ای مرد که خوب در حالی مهمان ناجور شد در حالی مهمان ناجور وقتی که تو ناجور میشی ما هم ناجور میشیم همین خلاص زنده باش انشالله که خوب باشی انشالله که خوب باشی دوستم خداوند نگهبانت باشه بخاطر یکی مثل من تو نیست اینجا بعد رو فراری بده وای چقدر زیبا بسیار لانه خیلی میگم در حقیقت ما از طرف کلاب آمدندم بسیار دیدم در اون طرف بسیار به حد بسیار آمدیم سیبیستان یک آقا علی بحر دید آقا علی بحر دید بحر اینا را که آبانبورا بانک اینجا یک نوار بگیریم آقا علی از سورپریزی دیگه اینجا واقعا انقدر زیبایی من الان نه زیباست یک سورپریزی دیگه میگم عین زمان نه در تابستان هی انا موبایل میبرم انا مجا هی انا مجا انا موبایل میبرم سلام علیکم بارکالله بارکالله بچه‌ها مینا کیسه میان بارکالله مونده نباشه بارکالله بقیه رو بدیم این بندگان خدا بزنن قوت بگیرن کار کنن انا باین میریم خروناسی اینجا سیبیستان های بچه سیبیستان که من اینجا خوبتره یعنی بالا اومدیم نصیبا اینجا میگه میگه بخمون روسی خطی استروف آمازون که میگیم استروف